خب امیدوارم افیر رفت. درود هموطنان عزیز، بینندگان، دوستا، مخلص ها، مبارز ها. اولا از همتون تنسیتی خانوادی از آفریدگار آرزومندم و خودکشی و بیگانه پرستی گفته یعنی نوشته برآمدم. یعنی پشتی این گپ خیلی بگیم که یک گپای زیادم هست. واقعا من گفته بودم که یک مدت نمیبرم یعنی افیر یک کمتر از پای همین حیاتشم که از پشتی این دویدن قفا را نگاه کنی، یعنی از بسیار چیزها مونده استودیم. یک مدت گفتیم از پای زندگیشم منظره بعد از او بعد میبرایم. نه که متاسفانه این چیزهایی که ما میبینیم در اینترنت، در سامانه های گوناگون تاجیکستان دیگر ما را قرار نمیمونه که نبرویم در یعنی در لایف. خودکشی و بیگانه پرستی در همقدر در تاجیکستان اوج گرفتگی هست که دیگر گویم که پایان ندارد. خود امام علی رحمان هم اولین بار پرزیدنت شدند رفته در ایندیا قطعی جیمی صورت گرفتگی بوده است. هم خیلی گفته شنویدم، یعنی که اینا بسیار صنعت دوست و تورچسوا را بسیار هم دوست می داشتند. حال احوال تاجیک همه بینیم در روسیه دوبینکه قطعی میلیسا ها پیشواز میگیرند. لاتوکوب و شهروند روسیه در تاجیکستان بیاید از ایرپورت اولادای پرزیدنت پیشواز میگیرند. چندین سوالای ما با خود امام علی رحمان و رئیس سود قانونگذاری و دیگر منصبداران و پلیس و غیره ها است. خیانت به ملت ما کرده ایستادیم یا اینکه این انسان ها کرده ایستادند؟ برای یک بلاگر دوشنبه را کوچه هاش بستن، برای یک بلاگر پلیسیای تاجیکستان در دستاش دوبینکه داده ویخ سویتافورو دا رنگ گل لاله واری چیخ کرده موندن. این تا کجا از روی قانون است؟ کدام قانون همین چیزا اجازت میده که نبیره رحمانوف او حق را داشته باشه که کوچه های دوشنبه را ببنده و شهروند جمهوری تاجیکستان در وطن خودش در جای زیست خودش حرکت کردن او من می شود، خاطر چی که نبیره امام علی رحمان دل به یک بلاگر بستگی است، عاشق یک بلاگر است. اگر که شما بلاگرها را دوست می داشتین، اینقدر محبت به بلاگری داشته باشین، سوال چرا بلاگرهای تاجیکستان اینقدر شکنجه میکنین؟ نمیمونه که زویزده شود. شما که زویزده های خارج دوست میدارین. بازی ما دیده ایستادیم نوارای کوتاه و غیره هایی که پلیسیا سپروژداد میکنه
با 10 تا 12 تا ماشین کوچه ها بستگی در تمام جا یک بلاگر عادی است. این می یوتیوب ده این розыгрыш کرده. اکثر розыгрыш های او постановление است، یعنی که حقیقت نداره. همش همه آدم ها را پول میتن، رنگ همین شوی تلویزیون باریم پول میتن و غیره کارا میکنن گویا که او دیوید شده آدم ها. شما چرا بلاگرای تاجیکستان پس شکنجه میکنین؟ چرا بلاگرای تاجیکستان بگیم نالاگ میبندین از همو 300 سومانی گرفتگیش؟ چرا نمیمونیم بلاگری تاجیکستان развивать سکنه؟ چرا بلاگری تاجیکستانی حقی در دچه در اومده نوار گرفتن نداره؟ و چی را نوار بگیره بعد بلاگری تاجیکستان؟ یا اینکه شما برای نمایش دادن خودتون نمیدونم تمام این قانون، تمام مال ملک و دولت این ملت برای کیف صفای خودتون صرف کرد. این تنها یک روزه چیزی که در یک بلاگرش هست، ولی بیرون از بلاگر فرزندان عرب هایی که از خارج میوین و بگیم در خیلی افیر لایف ها نمیبروین و لایف نمیکنن، یعنی دوستایی و توف در همون پولیسی که در وقت سویتفار دوبینکه میبرداری میستی را همه بندی تاجیک همه بندی تا که یک بلاگری خارج بگذاره در اونجا، یا که نمیدونم نبره امام علی رحمه بگذاره. من طلب میکردم از سود برای بگیم این جنایت است، جنایت کرد و پایمال کردن قانون و نبره رحمانوف، یعنی بگیم که خوزخولیگانست و خیلی که میبرین آدمو را صورت میگیرین که قاعده حرکت ویران کرده بودن. این هم بگیم که زهمون برین عدل برو و صورتش بگیرین و مونین در چیزها. همین پولیس ها هم مثل همون سالدات هایی که دیدین که پیشتره در کنوشون تخته در سراشون تخته میزنن که تاق تاق کدگی میخچی کلیستگی بره. همینا هم خیلی خدمت تمام کده آمدگی هنده، هم خیلی خدمت کدگی هنده، تخته خوردگی زچومار نشیدگی. یک از کم تر شیف باشه باید او را اوجات کنی، باید در پیشو نکلینی بیستی، در پیشو رکم بیستی، در کنو تخته قطی بزنن. اینو را از خدمت هم خیلی تربیه میکنن میارن و همینو بنام حمایتگر دولت هستند. همین سربازای بیچاره اگر از دهنش گپ ببرویه او خاین این ملت میشوه، فردا خاین میشوه. این سالدات برای خاین نبودن باید خاین رهبریت کنه و وقت خدمتگار شتای خاین باشی. ببینید چقدر ملت خار شده، یعنی خودشون نکردن، یا را کسی کردگی نیست این ملت خار، خداشون خار کردن وردن. از خارج انسان ها رو آورده، بلاگرها رو آورده، گفتی همون گپا در بالای سراشون میبرورن، ولی قدم تاجیکستانی ها نرسیدگی جا دا میدرورن. رکلام بیبلیوتک و رکلام کلانترین بیبلیوتک، کلانترین چایخونه نمیدونم میکنن. این طرف شب ببینید ملت کدام عذاب ده. کنش نه او بلاگر پول میگیره او دا پخری نه، او تمام رسخو چپلاتیت میکنن برای رای بلاگی دیگه میشه و او از یوتیوب پول کار میکنه، از تیک توک پول کار میکنه، از این دلبایبا پول کار میکنه و این دلبایبا برای خودشون رکلام کردن بگیم همه رسخو را پرداخت میکنه و بنام 4 تای دیگر
بچه های دیندار حج رو ایشون میکنه، میگه خیلی بزنین برای شیروی نه حج ده میتونی $1000. شما این طرف دینی دو کده بیستین مورا، دینی پروپاگاندا برای اینکه ما آدمای خوبیم، خیر خواهیم، انسان زوریم. انا همین سالدات ها حمایه این همین را کرده ایستوده است. همین سالدات ها همین که در دوران چستو یک دیگر را زده استن، یک دیگر را تجاوز کرده استن، یک دیگر را نمیدونم تمامی چیز کرده ایستودن در داخل او چستو. اونو به نام حمایه وطن حمایه نکرده ایستوده است. به نام حمایه ملت حمایه نکرده ایستودن. برای چی؟ برای که خودی همونو جزی ملت هستند. خود چون حمایه نیستن او کی را حمایه میکنه؟ اگر آخر لگیچ نگاه کنی حمایه وطن ملت میگن، خب خودت کی هستی؟ خودت جزی ملت، خودت زیر یگان حمایه قرار داری؟ نه، در داخل چسب در کونو تخته قطی زدیستن، در سر تخته قطی زدیستن، خوانده در شکمت به نامی که سالدات آب توب نکنی سالدات نمیشه. او طرفش گریشکه خوردستی، طرفش نانی خوردن نداری، نوس از کوچه میطلبی میکشی. خودت سربازی عزیزم، خودت حمایه یگان چیده نیستی، تو کی را حمایه کنی؟ کدام وطن حمایه میکنی؟ برای تا حق شنیدن یک سخن نباشه، برای تا حق تماشا کردن یگان یوتیوب نباشه، در دستت یک چیزی نباشه که تا چیزی را ببینی. میدیدگی در نامجا تلویزیون 24 ساعت پروپاگاندای امام علی و 4 تا دیگه اونم پروپاگاندونای بگیم داخل، اما تلویزیون دیگر کسا میلسن و میفوچن. این نبیرای امام علی از بلوگرای دیگری را میلسن و میفوچن. یا عثمان چنین همین بلوگر نبود؟ اونو بچه هایده بلوگری نغز بود. نه روسیه دا خسته استابد گرفتن دیپارتاسیاش کردن. یا که اونو ده جوانی که سرود میخوندن در روسیه بگیم بلوگ میکردن، از این چی کمی داشت؟ نه با پا خسته بود دیپارتاسیاش کردن. اینم با خواهش حکومتی کار میشود. اوه که نیست که روسیه از پیش خودش بگیره دیپارتاسیا کنه، اینم خواهش میشود این کارا بکنه. بعد بلوگر روسیه را آورده در تاجیکستان راه میبنده. توف در روی شما پلیسیا، توف در روی شما وری بگیم که به نام حمایه‌گر این وطنا، توف در روتون با خدا قسم، توف. بگردین از 300 سومونی بگیم بیچاره بلوگرها نالاک طلب کنید، در حالاتی که اون یوتیوب در تاجیکستان رجیستراسیون شدگی نیست، در خارج رجیستراسیون شده است. تای پول میگیری گفته تیاق گرفته بالای سر خونه و خونه مردم تیاق گرفته گشتنم خلاص. و دیگر بلوگر آورده میفچینه دچاتون دا برده. در پرزیدنت که نومرا میبرین میخوانینش که 600 کوادرات متر 600 کوادرات متر پرزیدنت که نومرا دا میبرین در هتل او را میخوانین. کانی سود، کانی امنیت، کانی پروکراتورا کی را نظارت میکنه، کی را نگاه میکنه و جوابگوش کی هستی جنایت ها را؟ کی خیانت کرده ایستاده بوده است؟ من خیانت کرده ایستاده بودم، من خواهین بدم، یا که نبیره رحمانوف خیانت به این ملت کرده ایستاده است، خواهین شده ایستاده است. و پیشتر هم یک پروپاگاندون دیگر به نام کی بود؟ اسراف کردن. این اسراف چی گفت؟ بسیار صرف کردن چیزی گفت کروچی، اما از خاطرم رفت.
پس ایو چی هستن همون بگیم همون کلمش از خاطرم رفت کدومی که بسیار مصرف میکنه یعنی بسیار گپ زدن بسیار صرف کردن بسیار چی کردن چیز گفت همون یک چیزی جنایی میشده دسته چرا یو دلا نمیشوند چرا یو تفتیشات نمیشوند برای من این چیز همون سودی که ما را تروریست گفتی اکستریمیست گفتی و دلک شده برای اون که ما خیانت کرده بودیم در این وطن نمیدانم در ملت خواهین ملت برآوردین ما را نام دادین خواهین ملت اما سوال برای شما همین من ملت در چی خیانت کردم و اولادای رحمانوف چی خیانت کرده ایستاده است من روز راه شما را بستم نه از پول شما از خارج بلاگ را آورده کیف دراندم در تاجیکستان نه پس ما چی خیانت کردم با شما ملت روز میشوه همون سودی که نمی قرار برآوردگی اگر جواب دادن نتونی در همین قرارت کو خفه نشه مردک گوری خفه نشه دیگر او طرف شما میدونم و گفتی هم گفت خودت تمام ملائکه اگر عثمان فرویا بیویا پیشت کو لیچ نه پات پیش بیارن که همین را ببخش او وقت بخشیده نمیشه اینه ای چیز علم میکنه وقتی میبینی در داخل چست سالداتو را جمع کرده ابلا کرده تاجیک گوشتش خورده خانه یکدیگر رو درآمده برده نمیدونم در اونجا تجاوز کشتن زدن قتل شدن نان نداره یا میلیونو را گرفته در راه نمیدونم رقص بازی و عیش اشرتی خودشون صرف کرده است از کجای پول ما را میگه ما از خارج پول میگیریم از خاجامون پول میگیریم از کجای نه پول گرفته است دستی پول را آتش از کجا گرفت باباش کی بود یک تراکتوریست از کجا گرفتن یک کلخوزنیکوی تر پول را که گفتی همون گپو در وطنی صرف را میکنه که افیچل نه انسان وظیفه داره هر کدامش در کجای خواه امام علی رحمان وظیفه میته این است تاجیکستان و یک گروه جوانو را دیوانه کرده تاجیکستان با پیش یک لازم در گوشی یا میزنن میگن ببروین در کوچه ها دیگر اما خروز ور خیغب گردن تاجیکستان با پیش بیچاره سالدات گشنه سالدات زیر شته هیچ که در قصه سالدات نیست که چی کار کردی در او گرفتن پروپاگاندونو یک صورت امام علی نموندن گویا که امام علی گفت که یعنی ای کرونا شوه با نظارت بگیرینش اگر گفته باشم من آخران موندم گویا که گفتی گپ تمام اگر آدم این گپ هم میگفت یعنی این وطن در این روز نمی اومد یعنی این ساختاری بگیم نظامی ما در این روز نمی اومد نمیزد اگر که آدم این گپ هم میگفت برای چی؟ برای که در قصهش نیست 3 میلیون مردم خارج در بدر مردیکور 3 میلیون زن کودک مهاجر امام علی رحمان میگلش ببرین ما اینای تیلو را میفروشیم خیتویده آوا میفروشیم سویتو را میفروشیم ما میلیارد سالانه کار میکنیم شما بزنین برین میگه در همون کوچه مردم بروین تای شتده بیستین و این حربی تونه این احوال نمیکنیم که
همین دویم انسان با ترس بگرده، از حربی با ترس، از مکتب با ترس، از اونیورسیتش با ترس. بگیم همین تاجیک مردم خیلی مثل یک انسان احساس کرده نتونه. میدونی نمید در کوچه گاییاش هم موندگی، ایس پالیتیاش هم موندگی، ابلا و گفته بلوی مردم سر کده استن. همین تاجیک مردم ها تو روندگی هنده، نسم هم دلی تو روندگی هنده. در یوتیوب میبروی افیر کرده ایستوده است که خیچه نشان دادن ده میترسه. این علامتی توریدن این ملت است. دوخ ندارن. میدونین من هم خیلی نگاه کردم استم، دوخ ندارن همی ملت. اینمی دهن قطعی جگ جگ میکنه، خداشون نمیدو ما ترید میکنم. خیلی نشان میده کیته. علما خد من نشان میدم کو ما جوات رای خد من نشان میدم. ریخی میگم خدو ریخی یک ریخی ترا نخد داتاو ریخ کردگی ترا داتاو توروندگی ان که تو دیگر حرکی نداری خد نشان بدی. برای چی؟ برای که تو اووری نیستی در قانونی خودت، تو اووری نیستی در کانستیتوسیون خودت، تو اووری نیستی در وطن خودت، تو اووری نیستی در پلیسی خودت، تو اووری یگان چی نیستی، تو باوری نداری. تو میتونن بگیرن برن تجاوز کنن، تو میتونن بگیرن برن بکشن، تو بگیرن برن زندانت کنن، تو هیچ کنه میدونن. کدوم میخواهد حقی کارا میکنه. تو اوورین در وطنت نیستی. وقتی که تو نمیتونی خطه برامدن خیلی نشام تیگه بزنی، تو اوورین نیستی. یعنی ترا ریخوندنت، ریخ کردنت، یک ملتی ریخ ساخته. میدونی نمیره، یک ملتی که ریخ شید تمام. یا دخنا دارن دیگه ببرویم. برای چی؟ برای که از مکتب در سریت ظلم کردن، در شکمی اوچت بدگی در ظلم سر میکنن. از تو باید پول بگیرن، ظلم کنن، برن اونم اوچت استرس بدن، اوچت استرس بدن. تو تولد میشه در رودام تو جه پلات نیتر استرس میتن. میدونی میره تو زیر تحقیر قرار داری. ترا از اوجا جفیده 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 سوکتا جفیده جفیده میورن تا همین بگیم که جایی در کاری را بود. برای چی ترسون چکی؟ پس باید ترست فکر میکنی که تاجیکستان آباد میشه؟ فکر میکنی که تاجیکستان خوب میشه هموطنان؟ آینده ساز میشه فکر میکنی؟ نه البته. یا تو جان میتی آینده فرزندت ایواز میشه یا تی نم خیلی میستی فرزندت دیگه چی میته آینده؟ رقص باشه، امام علی رحمان سرود باشه، بهترین هم خیلی چورابینی های بلند، سطح بلند باشه تا که شما کیف کنید. امام علی رحمان فردا فرزندی رستم ره میبنده، فردا فرزندای نه اسماعیل ره میبنده، فردا دیگر نبیرای رحمان ره میبندن، فردا دیگر تاجیک در کوچه برآمدن میترسه. از یاد میکنی وقتی گذشتن رحمانوف، وقتی گذشتن رستم، وقتی گذشتن آزاده را سامان و ساسان و اسماعیل نمیدونم همه ای را تو از یاد کنی. باید نم وقت کوچه نبرای، برای ایو میگذرن، ایو کیف میکنن. تو در وطنت برآمدن ده حق نمیکنی. ولی فردا حاضرم که امروز یک گروه بنام الیزا دومینگو جنای تاری کدگی در قد کوچکو تتکو سویتافورکو میستن، سویتافوری سرخده دیگه. فردا تو برآمدن ده حق نمیکنی. وقتی دو بازن حالات نگاه کرده بیستی خفه نشین. از حیوان هم پس رفتگی، یعنی حیوان، حیات حیوان از حیات تاجیکستانی ها خوبتر است.
سوستر است. زندگی سگ اروپا از زندگی بگیم که مردم تاجیکستان در خوبتر است، برای که دکتر داره، سگ استراخوفکا داره، سگ استراخوفکا داره، سگ دکتر داره. من شما در نوار کردن نشان دادگی بدم در باره همون چیش سگ به پول اپراتسیا میشه و سگ نگاه میشه. سگ دکتری دندان داره، خصوصی پالیکلینیکا دارن. لیکن در تاجیکستان میگیم که آدمی چیزا نداره. دارین یگان دکتری دندان دارین خطون؟ مادراتون دکتری دندان داره؟ پدراتون دکتری دندان داره؟ نداره. همی از هموطنهای عزیز، ای از دردی زمانه. یا نمیدونم با قضاوت دردستاتون است، خطون میتونی که قضاوت کنی. مردم ما یک چیدگی است، فقط بیننده و شنونده. چی میگه؟ گفتو دیدن با ترس میبینن، دیدن با ترس میبینن. حالی هم در 7 سال میشه و 8 سال میشه و به نزدیکی که در همین مبارزه بگیم 5-6 سال میشه و چهره آشکار قطعی اینا 2-3 سال میشه و همین کانال است. در 3 سال پد پیسکش ها ببینین در جای زیاد شوا کم شده ایستوده است. برای چی؟ برای که وهم جقیده ایستوده است مردم ها. همون یک دتش کمتر غیرت داشتن، اول تماشا میکردن، پد پیشت میکردن. توجیک همه ترونه ای بچه ندرو، ای بچه میقپن کن میکنند، ندرو اوچا فرزند کنم خیلی میکنم. نکد چکو کدستی اکا دودار یک دیگر تو کجا میره؟ نکو میقپن کن میکنند، میدونی کنجی زندان میره، نره و خویدن یگون اسناد نداره، نره میگه نداره. همه خیلی در جای زیاد چیدن. ما خیال کردیم که مردم استوستا غیرت پیدا میکنه، یا برو دخوشون شکست رفت، ترس وهم جقید، وهم مردم وهم جقیدن. تا دیگر استوستا در جایی که بگیم بالا بروان و استوستا چیکو کردن پایان اومدن، نابود شدن در رفتن. همه از نشانه نامرد بدگی ملت، همه از نشانه پست رفتن این ملت که یک بیگانه را آورده سویتافورو را من میکنن، سرخ میگذارن میرون، گایو پالیتیا ها اوناو گلاستوک بستگی دم اینه بلوگر گفتی هم گپو در گردانشون بیجیک بستگی میدوان این طرف او طرف اخرانو وینیول خونه کردگیان. تو که بلوگر کیف کنه استراحت کنه اودیخ کنه در اپارتمنتی 600 کوادرات متر ای استادیوم فوتبال های اونا خیلی گفتی همون گپو خونه دا بلوگر رو رجوع میکنن، میگن نجات اودیخ که برای چی؟ برای که همون بلوگر دا سامونی نبیره ممالی عاشق شدگی است، مخقول شده است بلوگر. خلاص پروست خوست قطیش جوراگی کنه و تی جوراگی کرد. همون شاید یکون جوده خوندگیان یا جوده یا جورا شدگیان شنوس شدگیان. خلاص برای رکلامشون کرده ایستودنی کاره، رکلامشون بود. اون نشان نداده ایستوده است که تاجیکستان رو ببینی خیلی پیشروی کرده ایستوده است. اون نشان داده ایستوده است که زندگی ما رو ببین، ما خیلی زندگی داریم، دچه داریم، اینا اینجا در اختیارمون است. اینای پالیتیا مثل سگ در نامجا میسته که گپی ما را اجرا میکنه. ما توزیک بگیم ای او میگه. ببین اینای سگا را، اینای گاسیسا را دیده استی کوادرات 600 متر، ای هم در اختیار ما است. اینه کراچی ما شاه هم در اینجا، ما هم ماش در اختیارمون است. اینای تاجیکا حق ندارن. ببین ما را همه بندیم، تاجیکا میستن، تا میگذاری تکستو اونو کرال بدن خیچونه در دنیا نشان داده ایستوده است.
чумо будани тоҷика нишон дода истодааст. марди кӯ дар ба дар хок ба сар будани ин миллата нишон дода истод. зимистонда свет нест, тапақати зиндагӣ мекунанд. газ ку вообще фромӯшидагӣ аст. газ чи аст тоҷик номша намегира. газа надорем мега итари чиза. ҳамун свети будагишонаку надорем мега. ҳама ҳеҷ чиз ҳаёт баромада рафтагӣ. ине аст бигем зиндагӣ ва ҳаёти мардуми тоҷику тоҷикистон. агар гап зани гап зиёд аст, ман фикр кунам ки зиёди баъд накунем. ҳамин ним соаташ басанда ҳаст. агар одам мефаҳмид, аги худаш тарафша фаҳмид, гирифт, дига ҳоҷат ба ӯ гуфтану ба дигар чиз нест. хулас қазоват дар дастотон аст. ёкинам хе хомӯш местене, фарзандотон фардо мераванд намо хизмат, намо аҳвола бигем аз инам бад мешава ва фарзандои ӯ фардо фарзанди исмоил дигар инсоно намхели карол воре гуфтиам гапо 12 13 мошинои намхели американскиёи гуфтиам гапо ҷипо қати ёра сафраваждат мекунанд ё бентли қати кайфа сафо мекунанд, ренҷ ровер, ленд ровер, охирон модел мошино қати ё оддих мекунанд мегарданд ва шумо бошед кӯча бурӯед. фарзандотон фардо аз ин баъд мешава меравад. ака намедонам рости ҳамин урвини ки фуромадани мардуми тоҷика нигоҳ карда ҳамин тоҷикистонира баъзан ҳолат ман худам да савол метавонам. воқеан ҳамин савол барои ман пайдо мешавад. яъне боша бо аз инам урвини пасттараш гуфтаги савол пайдо мешавад ё ки ҳамин боша. агар боша урвини паст аз инам поён мерафтани миллат, ин чӣ урвин боша гуфтаги савол пайдо мешавад. дигар ҳази дига поёнаш нест. зано дар Россия кӯча мераванд. зано аз беномус будани ин мардҳоро рафта дар хориҷиҳо расида рафтестанд. хитои афзалтар аз тоҷик шидагӣ аст дар тоҷикистон. барое ки мардак аст хитои охи. назар ба мо мардактар аст. намедонам. не қадар ришам монда баъзеёш аузубилла субҳаналла. намедонам кадом аллоро мега, кадом аузубилла мега, кадом субҳаналло мега, аз кадом номус ӯ ҳарф мезананд, чиро мебинанд дар зиндагишон, тасаввуротшон чӣ ҳаст. баъзеёш зуруш мерасидагиш турсугловчики духтари раҳмонову ё бурдораву ва ғайра дораву. смысл дар ин гап чи аст? чи аст смысл? одам калон аст, взросли инсон аст. тамом дошта боша дошта мегира. дора пул дора, шароит дора, оташ президент ай. турси куда чӣ кор дори? сирқ аст, сафед аст. ҳамин ин чизо дардат мекунада. аз кадом аллоҳ ино гап мезананд, аз кадом расул меган ино. баъзан ҳолатҳо нигоҳ карда меистӣ. ҳамин чизо камтарак одамро мегӯям ки дард мекунад. халос дигар вақте мебинӣ ватанада мардак нест ку, ватанда мардак нест, мардак намонда истодааст да. ҳама зачумари нишидагӣ. якдигара тоҷика зада истодааст, тоҷика кишта истодааст, тоҷик дубинка гирифта тоҷика зада истодааст, тоҷик ҳамутари сирха гирифта дар таи светофор тоҷика ман карда истодааст. барои чӣ? барои пул, ойлик 300 сомон, 1000 сомон, 5000 сомон ойлик мегиранд. намера раҳмонов ягон статус надора, раҳа бабанда, ягон ҳақ надора. ва хеле картеж гаштанда, маблағ аст ки ҷо, картеж аст ки ҷо. кира иҷозат дода истодааст? ҳоли ман метарсам ки сомон айра хусус заказ кардагиянд ки
این بلوگر بگیره بیاره. ولی همیشه هم میترسم همی کار کردگی. نمیدونم. قضاوت در دستاتون گروپ پراهوی کنین باید بگین که فلان جدا 300 کوادرات شکاتور از کی میزنه، شپاکلوفکا انا فلان پولی کی میزنه، لامینات داریم، یک کوچه رفتن در کره، یک جا اگرات پیبول کردن در کره. خزای رابط هست. زاتو حلال مهنت کرده گرفته استم، حلال خورده استادم، حرام نیست بخورن. گوشت حلال ای حرام؟ ترا زندگیت خودش حرام ای. کدام حلال حرامت گفته استادی؟ کدام حلال حرام تو گم میزنی؟ در خدمتی رفته نمیدونم یک انسانی بهانه تایفته که آب تیو پلش بگین هی تری نیست. اون یه نشینی رفته اب پوش نشینی رفته خونه تونو بود باشه که پدیلیت کنی نمیدونم که ببرم از این بعد کم کم یا که نبرم افیر. همین در فکر دارم، واقعا فکری همین را دارم. ستویت هست همه چیز یا که نیستویت گفتگی سوال با ما پیدا میشه. ستویت هست یا که نیستویت. سلامت سربلند باشین. فکراتون رو بنویسین. ستویت هست یا که نیستویت. خیتون چی اشوشه نمیکنی خیتون؟ کدام ستاتوسی کدام ستاتیای مردک خیتون اشوشه نمیکنی؟ بعد از دیدن نمی کار که سالدات مادر توجیک کوچه رفته است در توالت خوب مادر توجیک او میورن در 600 کوادرات یک بلوگر میورن میبردورن میگردن ولی تری کروش بسیار است. خودتون بنویسین خودتون کدام او رو وینی مردکی ده احساس میکنی خودتون. خونتون آباد باشه.